فصل ششم. به رشد و پیشرفت ادامه دهید. عده زیادی از افراد تصور می کنند که به حد غایی خود رسیده اند و دیگر هیچ رؤیا و آرزویی در ذهن خود متصور نمی شوند. آنها خانه رؤیاهایشان را خریداری کرده اند، به کار مورد علاقهشان دست یافته اند و تشکیل خانواده داده اند. حال احساس می کنند که باید گوشه‌ای بنشینند و شاهد گذر عمر خود باشند. مطالعات نشان می دهد 50% کسانی که تحصیلاتشان را به پایان می رسانند دیگر هرگز کتابی را به صورت کامل مطالعه نمی کنند. شاید به این دلیل که آنها یادگیری را فقط مربوط به مدرسه و دانشگاه می دانند و گمان نمی کنند که باید در تمام زندگی مطالعه کردن را ادامه دهند. در دوران مدرسه و دانشگاه از ما انتظار می رفت که درس بخوانیم. پس از آن برخی به خود می گویند دیگر تحصیلاتم به پایان رسیده و نیازی به خواندن کتاب ندارم. هرگز یادگیری را متوقف نکنید. یکی از خصلت‌های انسان‌های برنده این است که هرگز یادگیری را متوقف نمی‌کنند. این ششمین خصلت یک انسان موفق و برنده است. در واقع خداوند ما را نیافریده که در جا بزنیم و مانند آب راکد باشیم. شما چه 9 سال داشته باشید، چه 99 سال، باید مدام در حال یادگیری باشید. باید به یادگیری خود ادامه دهید و مهارت خود را افزایش دهید. شما باید مسئولیت رشد و شکوفایی خود را بر عهده بگیرید. فراموش نکنید که رشد و ترقی خود به خود اتفاق نمی افتد و شما باید مراحلی را طی کنید. آیا کتاب می خوانید یا به ویدیوهای آموزشی علاقه دارید؟ آیا در سمینارها شرکت می کنید یا از راهنمایی‌های اشخاص با تجربه کمک می‌گیرید؟ افراد برنده هرگز برای ادامه زندگی خود به دانسته‌های قبلیشان اتکا نمی‌کنند. البته که استعدادها و قدرت زیادی در شما نهفته شده، اما این استعدادها خود به خود شکوفا نمی‌شوند و باید برای شکوفایی آنها تلاش کنید. فراموش نکنید که سرمایه زمین در چاه‌های نفت خاورمیانه یا معادن الماس جنوب آفریقا نخوابیده، بلکه بزرگترین سرمایه کتاب‌هایی هستند که می‌توانند توسط انسان‌ها نوشته شوند یا اختراعاتی است که می‌توانند به دست بشر به ثبت برسند. استعدادهای خود را شکوفا کنید. استعدادها و آرزوهایتان را با خود به گور نبرید و در صدد تقویت آنها باشید. ما باید هر روز هدف جدیدی را برای خود مشخص کنیم و چیزهای جدیدی یاد بگیریم. پابلو کاسال یکی از بهترین نوازندگان ویولون سل در تمام ادوار است. او در 12 سالگی نوازندگی را آغاز کرد و به دستاوردهای چشمگیری دست یافت. او همکنون 85 سال دارد، اما هنوز به تمرین ادامه می دهد. او هر روز 5 ساعت از وقتش را صرف تمرین می کند. روزی خبرنگاری از او پرسید دلیل تلاش و کوشش بیوقفه‌اش چیست؟ او در پاسخ لبخندی زد و گفت من همواره به دنبال این هستم که مهارتم را ارتقا دهم. در واقع کاسال فهمیده بود که اگر دست از تمرین و یاد گرفتن بردارد، رشد خودش را متوقف خواهد کرد. شما نیز در هر کاری که هستید باید برای بهبود کیفیت کار و بالا بردن میزان مهارت خود بکوشید و در جا نزنید. همواره فرصت‌ها و موقعیت‌های زیادی برای شما به وجود می آید. شما در عصر اطلاعات هستید، در نتیجه پیشرفت برای شما نباید کار دشواری باشد. دیگر لازم نیست که مسافت زیادی را بپیمایید و به کتابخانه بروید تا کتاب مورد علاقه خود را پیدا کنید. چون از طریق اینترنت می توانید
به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنید. اینترنت تنها برای به اشتراک گذاشتن تصاویر، بازی یا فیلم دیدن نیست. شما می توانید از آن به عنوان ابزاری برای پیشرفت خود استفاده کنید. فراموش نکنید که شما در قبال استعدادهایتان و شکوفایی آنها مسئول هستید و در هر کاری که هستید باید سطح اطلاعات خود را افزایش دهید و مهارت‌های خود را تقویت کنید. همواره افرادی وجود دارند که مسیری که شما قصد پیمودنش را دارید طی کرده اند و شما می توانید از نصایح آنها استفاده کنید. پیشنهاد می کنم هر روز 20 دقیقه از زمانی که برای دیدن تلویزیون صرف می کنید را به خود اختصاص دهید. شما باید هر روز کاری در جهت تقویت مهارت‌های خودتان انجام دهید و دچار سستی و تردید نشوید. هرگز به خود نگویید که وقت ندارم و کارهای خود را به فردا موکول نکنید. شما بهتر از آنی هستید که تصور می کنید و سرنوشت باشکوه و بزرگی انتظارتان را می کشد که باید با پرهیز از افتادن در چاه‌های گوناگون زندگی به آن دست یابید. در بسیاری از مواقع ما منفعل می شویم و منتظر می مانیم تا اتفاق بزرگی برایمان به وقوع بپیوندد. اما باید به شما بگویم که اتفاقات بزرگ برای کسانی رخ می دهد که تلاش بزرگی کنند و به فکر ارتقای مهارت‌های خود باشند. شما باید میزان فعالیت خود را دوچندان کنید. در این صورت خداوند با دیدن تلاش شما از خود مایه می‌گذارد و درهایی را به رویتان باز می‌کند که کسی قادر به بستن آنها نخواهد بود. شاید بگویید جول، سرم خیلی شلوغ است و وقتی برای مطالعه و یادگیری ندارم. اما این عقیده کاملاً اشتباه است. مانند حکایتی که در مورد 2 چوببر وجود دارد. یکی از چوببرها گفت من می روم تا استراحت کنم و تبرم را تیز کنم. چوببر دوم در پاسخ گفت بسیار خوب، اما من کارهای زیادی دارم که باید به آنها برسم و تیز کردن تبرم مرا از کارهایم باز می دارد. بنابراین او به بریدن تنه درختها ادامه داد، اما دوستش استراحت کرد و پس از 3 ساعت دوباره کار خود را از سر گرفت و به دلیل رفع شدن خستگی و تیز شدن تبرش توانست 2 برابر چوببر اول کارایی داشته باشد. گاهی اوقات شما لازم دارید استراحت کنید و تبر خود را تیز کنید. اگر تبر، استعدادها و آموخته‌های شما به اندازه کافی تیز باشد، می توانید با تلاش کمتری به اهدافتان برسید و کارایی بیشتری داشته باشید. راکد نباشید. صرف نظر از شغلی که دارید، باید از ثابت و راکد ماندن بپرهیزید. شما باید استعدادهای خود را بشناسید و در تقویت آنها کوشا باشید. هرگز اجازه ندهید کرختی و بی‌انگیزگی بر شما چیره شود. شما باید دست به کار شوید و برای پیشرفت خود تلاش کنید. فراموش نکنید که خداوند همراه و یار کسانی است که برای پیشرفت خود قدم برمی‌دارند و در کار خود جدی هستند. حضرت داوود یک چوپان بود و از گوسفندان پدرش مراقبت می‌کرد. اگر بخواهیم از دید امروزی به کار او نگاه کنیم، کارش خیلی کسل کننده بود و دستمزد زیادی نداشت. برادران حضرت داوود شغل‌های بهتری نسبت به او داشتند. آنها در ارتش خدمت می‌کردند و از احترام و عزت زیادی برخوردار بودند. در چنین شرایطی حضرت داوود می‌توانست انگیزه اش را از دست بدهد و بگوید من شانس و آینده‌ای ندارم، چون چوپانی کاری نیست که جای پیشرفت داشته باشد. اما او در خلوتش با گوسفندان بیکار نمی نشست. با تیر و کمانش به تمرین می پرداخت. ماه‌ها به صحرا می رفت
و اهداف مختلف را نشانه می گرفت و مدام مهارت بیشتری در تیراندازی پیدا می کرد. به این طریق حضرت داوود به راحتی می توانست حیوانات وحشی را از گله‌اش دور کند. او در تیراندازی به چنان دقتی رسیده بود که می توانست از چند صد متری پیشانی یک گرگ را نشانه بگیرد. هنگامی که پروردگار تصمیم گرفت فردی را برای مبارزه با قهرمانی غول‌پیکر انتخاب کند، آمادگی افراد قوم برگزیده‌اش را از نظر گذراند تا فردی که زمان گذشته و مهارت‌هایش را تقویت کرده بیابد. باید بدانید که خداوند مانند بازی‌های لاتاری قرعه کشی نمی‌کند، بلکه به دنبال افرادی می‌گردد که توانایی‌های خود را گسترش داده اند. گاهی اوقات هنگامی که داستان جالوت و حضرت داوود را می‌خوانیم، گمان می‌کنیم که از طرف خداوند معجزه‌ای رخ داده. اما در حقیقت حضرت داوود با اتکا به تمرین و پشتکار خارق‌العاده‌اش توانست از پس جالوت بر بیاید. حضرت داوود وقتش را به بطالت نمی‌گذراند و آن را صرف پرورش استعدادهایی می‌کرد که خداوند در وجود او نهاده است. شما نیز مانند حضرت داوود استعدادهایی دارید که می‌توانید شما را در نبردهای عظیم زندگیتان پیروز کند، اما باید آنها را پرورش دهید و با صرف زمان به آمادگی و مهارت لازم دست پیدا کنید. خودتان را آماده کنید تا یک برنده و قهرمان باشید. شاید شغل خوبی نداشته باشید، اما به هر حال پتانسیل زیادی درون شما نهفته شده. نباید غمگین و ناراحت باشید و به خود بگویید آینده‌ای ندارم و هرگز پیشرفت نمی‌کنم. اگر تلاش و کوشش نکنید، هرگز روزهای خوب به سراغ شما نخواهد آمد. پس دست از انتظار بیهوده بردارید و شروع به بهبود و ارتقا دادن مهارت‌های خود کنید. همچنین سعی کنید از دیگران سرمشق بگیرید. به عنوان مثال، به حرکات و شیوه برخورد سرپرستتان در محیط کار دقت کنید تا یاد بگیرید آنها چگونه کارهایشان را انجام می‌دهند و سعی کنید مانند آنها باشید. هنگامی که پروردگار آمادگی و انگیزه شما را ببیند، درهای رحمتش را به روی شما باز خواهد کرد. در کتاب مقدس آمده توانایی‌ها و استعدادهای بشر مانند اتاقی است که او در آن قرار دارد. شاید تا مدت‌ها در این اتاق بسته بماند، اما نباید از این مسئله دلسرد شوید. تنها باید ایمان و امید خود را حفظ کنید و به دنبال راه‌های جدیدی بگردید. شاید گاهی اوقات احساس کنید مافوقتان تمام کارها و وظایفش را به درستی انجام نمی‌دهد. در چنین شرایطی می‌توانید نسبت به او عملکرد بهتری داشته باشید و با انجام کار درست از آنها پیشی بگیرید. با بهبود کیفیت کارتان، خداوند درهای جدیدی را به روی شما باز می‌کند و شما را به جایگاهی که حقتان است می‌رساند. البته گاهی اوقات شرایط و وضعیت مافوقتان اصلاً آنطور که به نظر می‌رسد نیست. شاید او با سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند یا مسائل شرم‌آور و سطح پایینی در کارش وجود دارد که شما از آن بیخبرید و خداوند که بر همه چیز آگاه است نمی‌خواهد شما را در آن جایگاه قرار دهد و آینده‌ای فوق‌العاده بهتر و باشکوه‌تر را برایتان در نظر گرفته است. فراموش نکنید که خواستن توانستن است. باید مهارت‌هایتان را افزایش دهید. در این صورت به جایگاهی می‌رسید که هرگز تصورش را نمی‌کردید. شاید برخی به خود بگویند ما کار خودمان را انجام داده ایم و به خواسته هایمان رسیده ایم. اما من تصور می‌کنم راه پیشرفت و ترقی همواره برای انسان باز است و هرگز نباید خودش را محدود کند. شما برای پیشرفت و موفقیت ساخته شده اید. مطالعات نشان می‌دهد که اکثر افراد تنها 11% ظرفیت مغزشان را استفاده می‌کنند.
در واقع قدرت و پتانسیل زیادی درون ما نهفته شده، اما ما از آن به درستی استفاده نمی کنیم. شاید شما یک حسابدار باشید. خب شما جایگاه خوبی دارید، اما نباید به آن بسنده کنید. سعی کنید در کلاس‌های مختلف شرکت کنید و مهارتتان را افزایش دهید تا شرایط بهتر و موقعیت‌های شغلی عالی‌تری به شما پیشنهاد شود. شاید شما لوله‌کش یا مکانیک باشید. در این صورت هم جای پیشرفت دارید. تنها سعی کنید روزی 2 ساعت از زمانتان را به تقویت مهارت‌هایتان اختصاص دهید. با اطمینان به شما میگویم که پس از 3 سال شما تبدیل به یک متخصص در زمینه کاری خود خواهید شد. به پیشرفت خود ادامه دهید. استعدادهای خود را کشف کنید و روی آنها تمرکز کنید تا به مهارت کافی در زمینه مورد علاقه خود دست پیدا کنید. در شرایط اقتصادی امروز و بازار رقابتی که وجود دارد، در صورت تلاش نکردن برای بهبود کیفیت کار و سطح مهارت‌هایتان از غافل جا می‌مانید و کار خود را از دست می‌دهید. بنابراین هرگز تصور نکنید که به نقطه امن رسیده اید و همواره به فکر تقویت مهارت‌های خود باشید. در مقاله‌ای خواندم که 3 اصل کلیدی وجود دارد که بر اساس آن مدیران تصمیم می‌گیرند چه کسی سر کارش باقی بماند و چه کسانی را تعدیل کنند. مدیران همواره به دنبال افراد مثبت و کوشا می‌گردند. در ضمن کارمندان باید انعطاف پذیر باشند و هرگز دست از تلاش برای یادگیری و بالا بردن کیفیت خود بر ندارند. برای اینکه تبدیل به یک انسان برنده شوید، باید مهارت خود را به حدی بالا ببرید که رئیستان اقرار کند شرکت بدون شما دوام نمی آورد، یا حداقل رئیستان آگاه باشد که نبود شما خلل‌های بزرگی را در کار شرکت ایجاد می کند. اگر شما 1 هفته مرخصی بگیرید و کسی سراغتان نیاید، در صورتی که شما رئیس شرکت باشید، باید خوشحال شوید که افراد بدون حضور شما نیز کارشان را به درستی انجام می دهند. اما اگر یکی از کارمندان هستید، این مسئله به هیچ عنوان نشانه خوبی نیست و شاید بیانگر این قضیه باشد که آنها به هیچ وجه به شما احتیاج ندارند. در این صورت باید سعی کنید خودتان را تغییر دهید و کارایی خود را بالا ببرید. شاید برای افزایش مهارت خود نیاز داشته باشید که در کلاس شرکت کنید یا مطالعه بیشتری داشته باشید. سعی کنید جواهرات نهفته درونتان را هویدا کنید و قدرت و کیفیت کارتان را به رخ دیگران بکشید. در انجیل آمده که حضرت یوسف شرایط خیلی سخت و طاقت فرسایی را گذراند. برادرانش او را داخل چاه انداختند و در نهایت یوسف سر از بازار برده فروش ها درآورد. اما تمام این مسائل باعث ناامیدی او نشد. او تصمیم گرفت همواره بهترین باشد و حتی در دوران بردگی نیز توانست مهارت‌های خود را ارتقا دهد. یوسف به حدی جایگاه و ارزش خود را بالا برد که او را متصدی امور قصر کردند. حتی هنگامی که به او تهمت زده شد و به زندان افتاد نیز به قدری منظم بود که او را به عنوان مسئول و نماینده زندانی ها انتخاب کردند. حضرت یوسف در همه جا قدرت و صلابت خود را به اثبات می رساند. به همین دلیل هنگامی که فرعون تصمیم گرفت فردی را برای هدایت کشور و رسیدگی به امور خشکسالی انتخاب کند، سراغ درباریان نرفت و تمام مسئولیت‌ها را به حضرت یوسف سپرد. دلیل این مسائل این است که حضرت یوسف منتظر آمدن آینده‌ای روشن و تخیلی نشد و در هر جایگاهی که قرار داشت سعی کرد مهارت و شایستگی خود را به رخ دیگران بکشد. بنابراین شما نیز نباید از محیطی که در آن قرار گرفته اید گله کنید و آن را مسئول عدم پیشرفت خود بدانید. هرگز نگویید شغلم خوب نیست، شرایط بسیار غیر منصفانه پیش می رود و به همین دلیل است که من انگیزه ام را از دست داده ام.
فراموش نکنید که استعدادهای شما همواره همراهتان خواهد بود و زمان آن فرا رسیده که از استعدادهای خود استفاده کنید و تبدیل به انسان مفیدتری شوید. شما باید مانند حضرت یوسف بدرخشید و توانایی‌های خود را اثبات کنید. حلال مشکلات باشید، نه خود مشکل. شما باید تلاش کنید که مشکلات خود و دیگران را برطرف کنید. همانطور که یوسف پیامبر به این کار مبادرت می کرد، هرگز به نزد رئیس خود نروید و نگویید بخش ما در حال متلاشی شدن است. مدیر عامل می خواهد استعفا دهد. باب به جیم فحش داد. بیل هر روز زود کار را تعطیل می کند. حالا باید چه کار کنیم؟ با اتکا به این روش نمی توانید پیشرفت و موفقیت خود را تضمین کنید، بلکه باید برای برطرف کردن هر مشکل راه حل خود را ارائه دهید و اگر راهی برای برطرف کردن مشکل نمی شناسید، بهتر است تا زمانی که راهی به ذهنتان خطور می کند، دهانتان را بسته نگه دارید. یک کودک نیز می تواند بیاید و به من بگوید ساختمان کلیسا آتش گرفته و در حال سوختن است، چون گلایه و شکایت به هیچ مهارتی نیاز ندارد. من به شخصه در صورت قرار گرفتن در چنین شرایطی به کسی نیاز خواهم داشت که با آتش نشانی تماس حاصل کند و امنیت مردم را تضمین کند. شما نیز اگر می خواهید ارزش و جایگاه خود را نزد رئیستان بالا ببرید، باید راه حل ارائه دهید، نه اینکه خودتان به وجود آورنده مشکلات شوید. استعدادهای ذاتی خود را پرورش دهید. اگر دقت کرده باشید، بسیاری از مدارک و گواهی‌ها تاریخ اعتبار دارند و بعد از مدت زمان خیلی کوتاهی باطل می‌شوند. دنیا به سرعت تغییر می‌کند و اگر شما اقدام به یادگیری و رشد نکنید، از دنیا عقب می‌مانید. اخیراً با یک خلبان گفتگو می‌کردم. او به من گفت که خلبانان هر ساله باید در کلاس‌های شرکت و مهارت‌های خود را بروز کنند. در غیر این صورت مجوز پروازشان لغو خواهد شد. چرا؟ چون سرعت پیشرفت و تغییر تکنولوژی بسیار زیاد است. بنابراین شما هرگز نباید تصور کنید که به حد قایی خود رسیده اید. شما باید حصارهایی که دور خود کشیده اید را بشکنید و مهارت‌های جدیدی یاد بگیرید. ویل راجرز میگوید حتی اگر در مسیر درستی قرار گرفته اید، نباید یک جا بنشینید، چون در این صورت با خطر زیر گرفته شدن مواجه میشوید. اگر برای رشد و پیشرفت تلاش نکنید، کسی از راه میرسد و جایگاهتان را تصاحب میکند. همه ما باید برای رشد و پیشرفت برنامه داشته باشیم و این برنامه باید دقیق و مشخص باشد. به عنوان مثال نگویید من هر ماه یک کتاب میخوانم. این جمله خیلی مبهم است و دقیقاً مشخص نمی کند که هدف شما چیست و میخواهید به کجا برسید. شما می توانید به جای گوش دادن به رادیو، به سیدی‌های صوتی گوش دهید که به شما کمک می کنند مهارت‌های خود را ارتقا دهید. جالب است بدانید شهروندان آمریکا هر سال 300 ساعت از وقتشان را به رانندگی سپری می کنند. تصور کنید در این زمان زیاد که به نوعی وقت تلف شده زندگی ما محسوب می شود، چه به مطالب مفیدی می توانیم یاد بگیریم. پس قدر زمانهای تلف شده خود را بدانید و از آن به نحو احسن استفاده کنید. برخی از آشنایانم به من میگویند جول، ما در هنگام دویدن یا هنگامی که در باشگاه هستیم به سخنرانی‌های تو گوش می‌دهیم. یا چندی پیش به دختری برخوردم که به من گفت جول، من همواره پیش از خواب به سخنرانی‌های تو گوش می‌دهم و سخنرانی تو باعث می‌شود سریع خوابم ببرد. با شنیدن حرفهایش لبخندی زدم و از او تشکر کردم. برای برنده بودن لازم نیست کار خارق‌العاده‌ای انجام دهید. کارهای کوچکی وجود دارد که افراد موفق
برای رشد و پیشرفت خود به آن متوسل می‌شوند. لازم نیست حتما 3 ساعت از وقتتان را در روز به مطالعه اختصاص دهید. تنها به زمانهای تلف شده خود اهمیت دهید و سعی کنید در آن زمانها کار مفیدی انجام دهید. شما برای رشد و پیشرفت نیاز به راهنما دارید. افرادی که قبلاً مسیر مورد نظر شما را پیموده اند و تجربهشان از شما بیشتر است. شما باید به عقاید این گونه افراد گوش دهید و از خطاها و تجربیات آنها درس بگیرید. شرکتی برای کارمندانش کلاس‌هایی را برگزار می‌کرد تا مهارت خود را در فروش افزایش دهند. مربی از شاگردان خواست که اسم 3 نفر از برترین مدیران فروش دنیا را بگویند. بعد از آنها پرسید آیا تا به حال با این افراد ملاقات داشته‌اند و سعی کرده‌اند از تجربیات آنها بهره ببرند؟ در این مرحله کسی دستش را بالا نبرد. افراد زیادی هستند که از طرف خداوند سر راه ما قرار می‌گیرند تا ما بتوانیم از تجربیاتشان استفاده کنیم. اما ما باید ذهنمان را باز کنیم تا بتوانیم از پندها و نصایح آنها بهره‌مند شویم. با احترام باید بگویم زمانتان را با افرادی که هیچ کمکی به رشد شما نمی‌کنند تلف نکنید. فراموش نکنید که زندگی بسیار کوتاه است و شما نباید تمرکزتان را روی افرادی بگذارید که هیچ آرزو و هدفی ندارند، چرا که اگر زمان زیادی را با این گونه افراد سپری کنید، بی‌هدفی و کم بودن انرژی آنها شما را نیز به قهقرا می‌کشاند. افراد برنده همواره با افراد با انگیزه معاشرت می‌کنند، چرا که می‌خواهند در زندگی پیشرفت کنند و از درجا زدن بیزارند. انسان‌ها معمولاً در جوانی علاقه دارند مورد توجه قرار بگیرند و برایشان مهم نیست که استعداد واقعیشان در چه زمینه‌ای است. باید بدانید که 20 سال بعد هیچ کس اهمیت نمی‌دهد که در جوانی تمام همکلاسی‌هایتان از شما حساب می‌بردند یا خیر. شاید تصور کنید که مطالعه باعث جلب توجه همکلاسی‌هایتان نمی‌شود، اما بعد از دوران تحصیل همه چیز تغییر خواهد کرد و افراد شما را به خاطر مهارت‌هایتان مورد ستایش قرار می‌دهند. تصمیمات بلند مدت بگیرید. پس از فارغ التحصیلی تنها چیزهایی که اهمیت دارند داشتن تحصیلات عالی و روحیه کاری است. محبوبیت به معنای این است که دیگران شما را دوست داشته باشند، اما خوشبختی و شادی هنگامی به شما روی می آورند که شما خودتان را دوست داشته باشید. در اکثر مدارس رسم نیست که گروه ریاضی تشکیل شود و اکثراً علاقه دارند که به تیم‌های ورزشی بپیوندند. به یاد دارم برخی از دوستانم گروه تشکیل می‌دادند و به دیگران می‌خندیدند، اما حالا مجبورند برای همان افرادی کار کنند که روزی به آنها می‌خندیدند. خودتان را به افراد مفید و مشوق پیوند دهید. دوران دبیرستان یکی از سرنوشت سازترین دوران در زندگی هر کسی است، چون در این سالها شخصیت و مهارت شما شکل می‌گیرد، اما در این سنین بیشتر تمرکز مدارس و بچه‌ها روی ورزش است و خیلی به مطالعه و یادگیری نمی‌پردازند. البته من مخالف ورزش نیستم و همواره ورزش می‌کردم، چون ورزش کردن به نوعی نظم و شیوه کار گروهی را به ما می‌آموزد، اما اکثر ما به این مسائل توجه چندانی نداریم. از هر 1,000,000 کودک 1 نفر به صورت حرفه‌ای به ورزش بسکتبال روی می‌آورد. البته من قصد ناامید کردن شما را ندارم، اما اگر شما سفید پوست باشید، تنها 5 نفر از 5,000,000 کودک سفید پوست یک بسکتبالیست حرفه‌ای می‌شود. باید بدانید که اکثر بازیکنان حرفه‌ای فوتبال تنها 3.5 سال از دوران حرفه‌ایشان را در اوج سپری می‌کنند و پس از آن
دچار افت محسوسی می شوند. اگر در دوران مدرسه و دانشگاه مطالعه و یادگیری را جدی بگیرید، ممکن است به شما بخندند و شما را خرخان خطاب کنند. اما نباید از القابی که به شما نسبت می دهند ناراحت شوید، چون در آینده‌ای نه چندان دور به خاطر مهارت‌هایتان ترفیع می‌گیرید و رئیس می‌شوید. توماس ادیسون، هنری فورد و هاروی فایرستون با یکدیگر دوستان صمیمی بودند و در فلوریدا همسایه بودند و اکثر اوقات تابستانشان را در کنار یکدیگر می‌گذراندند. فراموش نکنید که نزدیکان شما می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در زندگی شما ایفا کنند. اگر دوستان شما لری، کرلی و مو باشند، شاید زمانتان را به شادی و خوشی سپری کنید، اما قطعاً به جایی نخواهید رسید. در کتاب مقدس آمده است ما باید قدر زمانمان را بدانیم. در واقع وقت و زمان موهبتی است که از طرف خداوند به شما اختصاص داده شده و شما باید در قبال هدایا و موهبت‌های الهی احساس مسئولیت کنید. بنابراین وقت خود را با افرادی که تنها وقت تلف می‌کنند و هیچ آرزو و هدفی ندارند سپری نکنید. همانقدر که در خرج کردن پول دقیق هستید، در صرف زمان نیز دقیق باشید. همه انسان‌ها هدف و مقصدی دارند که باید به آن برسند. خداوند موهبت‌های زیادی را برای شما در نظر گرفته، اما شما برای رسیدن به اهداف و موهبت‌های خداوند باید افراد درستی را در کنار خود داشته باشید. به عبارت دیگر، اگر شما باهوشترین فرد گروهتان هستید، شاید گروه شما گروه کوچک و ضعیفی است. باید در میان افرادی باشید که از شما بیشتر می‌دانند و استعداد بیشتری از شما دارند. در این حالت باید به جای حسودی کردن و ناامیدی از آنها انگیزه بگیرید و پیشرفت کنید. اگر نهال یک درخت بلوط را خریداری کنید و آن را داخل یک قوطی بزرگ حلبی بگذارید، این نهال هرگز به حداکثر رشدش نمی رسد و کوچک باقی می ماند. چرا؟ چون سایز قوطی حلبی کوچک است و رشد ریشه های درخت را محدود می کند. به همین صورت خداوند پتانسیل زیادی را در درون شما نهفته و اگر نمی خواهید استعدادها و پتانسیلتان توسط محیط محدود شود، باید محیط بزرگ و وسیعی را برای خود در نظر بگیرید. برخی انسان‌ها توسط محیط اطرافشان محدود شده اند. معمولاً افرادی آنها را احاطه کرده اند که منفی هستند و باعث پسرفت آنها می شوند. در صورتی که شما نیز یکی از این افراد هستید، باید سعی کنید که از گلدان کوچک خود بیرون بیایید و بدانید خداوند شما را برای رسیدن به اوج خلق کرده است. برای رسیدن به اوج به افراد باهوش و با استعداد نیاز دارید. افراد برنده‌ای که از شما خیلی جلوتر هستند و می توانند به شما انگیزه دهند و شما را به چالش بکشند تا خودتان را بالا بکشید. سوال من از شما این است که آیا شما برای پیشرفت خود کاری استراتژیک و برنامه‌ریزی شده انجام می دهید؟ اگر پاسخ شما به این سوال خیر است، به شما توصیه می کنم که از همین حالا دست به کار شوید. به عنوان مثال می توانید 20 دقیقه اول صبحتان را به خواندن کتاب مقدس سپری کنید. من همواره در راه رسیدن به کلیسا به سیدی‌های آموزشی گوش می دهم یا قبل از خواب 15 دقیقه از وقتم را صرف خواندن کتاب می کنم. همواره به یاد داشته باشید که اگر خود را مسئول پیشرفت و خوشبختی خود بدانید، خداوند نیز به شما کمک می کند و به شما پاداش می دهد.
فراموش نکنید که جوهری در وجود شما نهفته شده که باید با افزایش مهارت‌هایتان آن را هویدا و آشکار کنید. اگر شما مانند حضرت داوود آمادگی خود را حفظ کنید، خداوند نیز به شما توجه و کمک خواهد کرد تا به بهترین چیزها دست پیدا کنید و به جایگاهی برسید که هرگز تصورش را نمی کردید.